برای یادگیری هر زبان و مثل هر زبان دیگری زبان انگلیسی اولین قدم یادگیری خواندن هست. چطور خواندنی؟ خواندن با فهم و معنی یا فقط روخوانی؟ بله درست حد زدید، روخوانی. هر زبان ابتدا از آواها و حروف الفباهایی تشکیل میشن که بعدها کلمات و جملات را میسازن. بنابراین شما باید اول حرفها و آواهای یک زبان را یاد بگیرید تا بتوانید صرفاً بخوانید. هر آن چیزی را که در زبان جدیدتان میبینید بتوانید بخوانید. هدف این جلسه ما این هست که شما را به اولین مهارت زبان انگلیسی یعنی روخوانی با لهجه مد نظرتان، لهجه مورد علاقه تان، بریتیش یا امریکن برسانیم. سلام به شما زبان آموز گرامی. من عاطف محمدخانی هستم، Your English Coach و اینجا لفاگ اکادمی هست. بی وقفه بریم سراغ درس. همون رقمی که گفتیم هدف ما در این جلسه رسیدن به روخوانی هست. مطالبی که قرار هست بخوانیم Introduction to the English Alphabet، حروف الفبای زبان انگلیسی، Vowels and Consonants and Their Sounds، در واقع حروف صدادار، حروف بی صدا و آواهای مربوطهشان، Compound Letters and Pronunciation Hence، حروف ترکیبی و آواهای مربوطه، و در آخر مهمترین و لذت بخشترین بخش این جلسه British and American Pronunciation Tips، تمام نکات و ظرافت‌های لهجه‌ای بین بریتیش و امریکن رو با هم می‌خوانیم و در آخر هم exercises، تمریناتی می داشته باشیم برای کار کردن و تمرین. اولین عنوان ما Introduction to the English Alphabet، حروف الفبای زبان انگلیسی است. حروف الفبای هر زبان در واقع اساس و بنیاد هر زبان هست که بعدش کلمات، جملات، پاراگراف‌ها و یک زبان و در واقع کتاب‌ها به وجود میان. در زبان انگلیسی 26 تا حروف الفبا وجود داره که به دو حالت هستن. یکی حالت بزرگشان که ما میگیم capital letters و یکی حالت کوچکشان که میگیم small letters. حروف الفبای بزرگ چه کاربردهایی دارن؟ در واقع در موارد و مکانهای خاصی استفاده میشن. به عنوان مثال برای اسمها، اسامی خاص، اسم لوگوها، برندها و جاهای خاصی. میریم سر small letters ها. پرکاربردترین حروف small ها هستن، کوچک ها. در واقع کل کتاب ها پر شده از حروف الفبای کوچک زبان انگلیسی. حالا در بین این کلمات هر کلمه از خودش یک یا چند تا آوا می داشته باشه. آوا چیست؟ آوا اصوات یا صداهایی هستند که در حنجره ما ایجاد میشن. در حروف الفبای زبان انگلیسی در واقع ما 5 تا vowels یا حروف صدادار داریم. چرا میگیم حروف صدادار؟ چون وقتی که روی گلون خود 2 تا انگشت خود را بگذاریم و این حروف را تلفظ بکنیم، حروف صدادار را تلفظ بکنیم، لرزه ایشان را روی تارهای صوتی خود ما حس میکنیم و به این دلیل میگیم که اینا حروف صدادار هستند. به عبارت دیگه حروف بی صدا بدون حروف صدادار قابلیت تلفظ ندارن. پس vowels ها چی ها هستن؟ برایتان بولد کردم A، E، I، O و U هست. کانسونانت ها چی ها هستن؟ به جز این 5 تا حرف بقیه حروف الفبای زبان انگلیسی که اینجا براتون نوشتم کانسونانت یا بی صدا هستند. حالا بریم سراغی که یک بار براتون بخوانم و شما کاری که میکنین مثل من تمرین رو تکرار میکنید و این تکرار کردن های حروف الفبا چه کمکی برای ما میکنه؟ ای که ما بتانیم کلمات را با سهولت بهتری تلفظ بکنیم. A، B، C، D، E، F، G، H، I، J، K،
L M N O P Q R S T U V W X Y Z. حالا من برایتون با لهجه بریتیش خواندم. تنها تفاوتی که لهجه امریکن داره در 2 حرف هست. آ را آر تلفظ میکنن و زد را زی تلفظ میکنن. پس شما اگر علاقه‌مند لهجه امریکن هستید همیشه آر را آر بخوانید و زد را زی بخوانید. حالا که تمام این چیزها را یاد گرفتیم بریم سراغ کلماتی که از خودشان چندین تا آوا دارند. در واقع گفتم برایتان یک سری حرف ها چندین تا آوا دارن، یک سری حرف ها فقط آوای خودشان را دارن. ما حرف هایی که چندین تا آوا دارن را میخوانیم و بقیه حرف هایی هستن که فقط آوای خودشان را دارن. با واولز ها شروع میکنیم چون مشکل سازترین ها اینها هستند. اولین حرف ما A هست. A میتونه در 4 تا موقعیت 4 تا آوا از خودش بسازه. مثل چه آواهایی؟ آ، ای، او. اوکی؟ حالا آوایی که در واقع آ هست مثل کا، آم، واش، واز. دومین آوا هست مثل من، فن، اپل. سومین آوا ای هست کیک، پیپر، ریس، تیبل. چهارمین آوا که در واقع بریتیش اکسنت وجود داره او هست مثل توک، ووک که ما این را در امریکن تاک، واک میخوانیم. حالا تیچر تفاوته ای که ما از کجا بدانیم کدام آوا را تلفظ کنیم؟ یک سری چیزها تا به امروز گفته شده. به عنوان مثال میگن زمانی که حرف A بین 2 تا بی صدا باشه و بعد بی صدا ای بیایه شما A تلفظ کنید. ولی خب اینا چیزهایی نیست که کاربردی و به درد بخور ما و شما باشه. ما کاری که انجام میدیم این هست که با عنوان پیش زمینه اطلاعات داشته باشیم از چی؟ از ای که برای حرف A 4 تا آوا وجود داره و حتی بیشتر. من بولدها و مهمترینشان را برایتان گفتم و ما بدانیم که در شرایط متفاوت یک حرف A میتونه که آواهای متفاوتی داشته باشه و به مرور که حرفها، کلمات و پاراگراف های بیشتری را بخوانیم دیگه عادت میکنیم و میفهمیم که چه کلمه چطور تلفظ میشه. پس اینا صرفاً برای آشنایی هست که بدانیم هر کلمه چند تا آوامی داشته باشه. دومین حرف از حروف واو ای هست. ای 2 تا آوامی داشته باشه. ا و ای. ا مثل اگ. او get. and. آوای ای وی، می، هی. سومین حرف آی هست. آی 2 تا آوا داره. یکی آی خودش و یکی هست. آی مثل time، child، like و مثل lab، fish، set. حرف بعدی ما از حروف واولز او هست. او 4 تا آوا داره. یکی او که مثل روز، روپ در لهجه امریکن. در بریتیش روز، روپ. اوکی؟ روز، روپ. در امریکن روز، روپ. دومین آوا آ هست. آیی که کل دهن را پر میکنه مثل dog، fox. سومین آوا او هست مثل do، shoe و 4مین آوا ای هست مثل
doctor, doctor, actor, actor, doctor, doctor, actor, actor. آخرین حرف ما از حروف وئوس U هست. U. 4 تا آوا داره. U, O, A, E. U, computer, computer. Use, O. Ruler, ruler. Pot. A, son. Cup. E, nurse, nurse. Ben, ben. حالا اگر ما در این دوتا را با لهجه امریکن تلفظ کنیم nurse, nurse. burn, burn. ای در واقع 5 تا حرفی بود که جزو وووها حساب می شدن که ما براتون تک تک داخل حروف بولدشان کرد. به جز اینا چند تا بی صداهایی هم وجود دارن که از خودشان چندین تا آوا دارن، مثل G. اولین حرف G 2 تا آوا داره، یکی گا و یکی G هست. زمانی که بعد G E I Y قرار بگیره ما رو G تلفظ میکنیم، مثل orange jam. زمانی که بعد از G E I Y نباشه و به غیر اینا ما G تلفظ میکنیم، مثل glass glass bag bag. میریم سر حرف بعدی از جمله حروف بی صدا C هست. C هم 2 تا آوا داره، کا و س. زمانی که بعد از حرف C ما مثل G هستی هم E I Y قرار بگیره ما C تلفظ میکنیم، مثل center city bicycle. center بعد C E آمده، city بعد C I آمده، bicycle بعد C Y آمده. در غیر اینا مثل class car class car که ما ایره کا تلفظ میکنیم. آخرین حرف از حروف بی صدا که چندین تا آوا داره Y هست. Y 2 تا آوا داره، یکی یا هست یه یکی آی هست. یه مثل yellow yellow lady lady yes yes sexy sexy و آی cycle cycle buy buy. به جز اینا شما هر حرف دیگه‌ای که در بین حروف دیدید آوای خودشان را میدن و در واقع تک آوایی هستن، مثل D که آوای د، مثل F که آوای ف، مثل H که آوای ه، مثل head. K آوای کا را میده، کاف را میده. و ای بود از آواها و هر آن چیزی که ما نیاز داشتیم راجع به حروف الفبا بدانیم. میریم سراغ compound letters and pronunciation hence. ولی قبل او میخوایم را تاکید بکنم که اینا را کامل تمرین تکرار بکنید تا بتونید آواها را به صورت درستش تلفظ بکنید و با لهجه تلفظ بکنید. و اگر هم دوست داشتید ویدیو را پاز بکنید، پلی بکنید، بشنوید و مثل من تکرار بکنید. حروف ترکیبی حروف هایی هستند که وقتی 2 یا چندین تا حرف با هم یک جا میشن یک آوای خاصی را از خود تولید میکنند، مثل SH که ش میسازه، مثل شو شرت شرت و شرت. CH چه را میسازه، چر او چه. میبینید دیگه ای سه خوانده نمیشه یا که خوانده نمیشه، چه خوانده میشه. کاش خیر میسازه، مثل خان خلیفه. پیش فیر میسازه، مثل فون فوتو. GH فیر میسازه، مثل laugh.
enough TH در واقع دو تا حالت داره. یکی ما ث تلفظ میکنیم که سر زبان بین دو تا دندان قرار میگیره ث، یکی ز تقریبا بین ث و ز هست، مثل think last rook think thought. میبینید بیشتر مایل هست به سمت ث. that ایره that نمیخوانیم، that که تمایلش به سمت ز هست. that زمانی که ما TION داریم ایره شن تلفظ میکنیم، مثل question mention. اوکی؟ زمانی که SION داریم SION باز هم شن تلفظ میکنیم، admission permission. اوکی؟ و آواز T و U چه را تلفظ میکنیم، چه، مثل natural actually. بسیار مراقب باشید در داخل کلمات، خوب تلفظ بکنید، تکرار بکنید که براتون آشنا و در واقع ملکه ذهنتون میشه و بتونید با لذت بخونید. مطلب بعدی، عنوان بعدی ما consonant combinations هست. چطور؟ ما در مثال‌های مثل KN PS زمانی که ما در واقع P را قبل S داریم و K را قبل N داریم، K و P حذف میشن و خوانده نمیشن. همیشه اتفاق هست زمانی که شما K را در اول کلمه قبل از N دیدید، K خوانده نمیشه، مثل knee knife no. اوکی؟ بعدی PS هست زمانی که P را قبل S داشته باشیم، مثل psych. ما پسایک نمیگیم، psych. psychiatrist psychology. اوکی؟ پس P و K سایلنت هستن و خوانده نمیشه. این بوده از consonant combinations. البته استثناءات دیگه هم وجود داره که باز در جلسات بعدی با اونا میپردازیم و لازم نیست حجم مطالب را زیاد بکنیم. مطلب بعدی در واقع مهمترین و لذت بخشترین موضوع اینجا هست. pronunciation hence British accent. Here are some pronunciation tips to help you with a British accent. در زبان بریتیش کدام حرف ها و آواها بیشتر بولد هستند، بیشتر کاربرد دارن و تاکید روی چه حرفایی هست که ایره تبدیل کرده به یک لهجه مثل لهجه بریتیش، یا تاکید در امریکن روی چه حرفایی هست که ایره تبدیل کرده به یک لهجه مثل امریکن. اینجا قرار هست راجع به بریتیش صحبت کنیم. اولین نکته، the short A sound، آوای کوچک A. This is found in words like bath and glass. In British English, these words are pronounced with a longer A sound, longer A, almost like R, so bath becomes bath. پس در لهجه بریتیش چیزی که زیاد تاکید روش انجام میشه این هست که ما بیشتر لانگ ساوند ای را تلفظ میکنیم و bath نمیگیم، glass نمیگیم. میگیم چی که امریکنی کار میکنه، ما میگیم bath، glass. اوکی؟ پس روی در واقع لانگ ساوند ای تاکید میشه. نکته دوم، the R sound، بسیار بسیار مهم. the R sound، آوای R. British English is non-rhotic, which means the R at the end of words or before a consonant is not pronounced. آری که قبل از حرف بی صدا بیایه در لهجه بریتیش تلفظ نمیشه. For example, car، ما ایره کار نمیگیم، کا میگیم.
car. اوکی؟ پس R زمانی که آخر کلمه بیایه حذف هست و زمانی که قبل از حرف بی صدا هم بیایه حذف هست. در مثال بعدی car sounds like car and hard sounds like hard. اینجا R اگر توجه کنید H-A-R-D، پس R قبل از حرف بی صدای D آمده، دوباره تلفظ نمیشه. hard نمیگیم hard، میگیم hard. خب سوال اینجاست اگر قبل از حرف با صدا بیایه چه اتفاقی میفته؟ برایتان اینجا نشان میدم. مثل under a tree، ما این را چطور میگیم؟ under a tree. under a tree. چرا؟ چون قبل از حرف با صدا آمده. پس هر موقعی که R قبل از حرف با صدا بیایه خوانده میشه، در بریتیش تلفظ میشه. زمانی که در آخر کلمه به یا قبل از حرف بی صدا بیایه خوانده نمیشه. در مثال مثل they visit. they visit میبینید R قبل از V آمده، پس تلفظ نمیشه. they visit. حالا یک حالت استثنایی دیگه هم هست که مثل سنتر هست، C-E-N-T-R-E، خب که بعد R-E هست. ما زمانی که بعد R-E داشته باشیم هم بازم تلفظ نمیشه و میگیم سنتر. میم سر موضوع بعدی بریتیش accent. The T sound. Often T is pronounced more crisply in British English in words like better, okay? Better and water. You'll hear a clear T sound instead of the American D sound. یعنی میگم در امریکن ما چی میگیم؟ میگیم better, water, okay? D تلفظ میکنیم، ولی خب در بریتیش تمرکز روی T هست. شما میگی city نمیگی city، میگی center. pre-D در امریکن میگی pre-T. خب پس حواستون روی تاکید T باشه که ما ایره T تلفظ میکنیم. میم سر حرف بعدی ما U sound. In British English the U sound in words like stupid and duty is pronounced like U. So stupid. زمانی که حرف T و U پشت سر هم گیان، T و U، ما ایراد میگیم stupid. پس او تلفظ میشه او، تأکید روی ساوند اوی U قرار داره در British accent. So stupid sounds like stupid and duty sounds like duty. او تلفظ میکنیم. و حرف بعدی و آوای بعدی او هست. The O in words like hot and not. تمرکز به تلفظ من داشته باشید. hot and not. او را طوری تلفظ میکنیم که داخل دهن ما گرد میشه و گویا که کل هوا را میکشیم داخل دهن و دهن ما پر میشه. hot not. Okay? Is pronounced with a more rounded vowel sound. It's almost like O. So hot sounds like hot. Okay? hot. هم O و هم W را W با هم یک جا بکنیم و بگیم hot. روی ای سه تا آوا A, C و O. اگر علاقه من به بریتیش هستین روی اینا فوق‌العاده کار بکنید و تمرین بکنید. حالا که تا اینجا با ما همراه بودید، ما رو سابسکرایب بکنید تا از آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. لایکایتان حمایت از ما و انگیزه برای بهتر کار کردن ما خواهد بود. و اینکه انتقادات و پیشنهاداتتان را در قسمت کامنت ها بنویسید
تمام انتقادات و پیشنهاداتتان را خواهیم خواند و تلاش میکنیم که ویدیوهای بهتر و بهتری را برایتان آماده بکنیم. میریم سر American accent. Here are some tips for an American accent. Rhotic R. Unlike British English, American English is rhotic, meaning the R is pronounced clearly. مثل ما که او را به صورت واضح حرف R تلفظ میکنم. میگم چی؟ For example, in ways like car. اگر شما علاقمند امریکن هستی، ایره car تلفظ میکنیم و آوای R همون رقمی که تلفظ نکردن R و تلفظ T در بریتیش مهم بود، در امریکن تلفظ R مهم هست. مثل car, hard, far. Okay? Make sure to pronounce the all sound fully. Flapping T cheese in American English, the T between vowels often sounds like a quick D. For example, butter sounds like butter and water sounds like water. قضیه چی هست؟ زمانی که ما تیره بین دو تا حرف با صدا میبینیم. به عنوان مثال butter، دابل تی را بین یو و ای میبینیم، پس دو تا حرف با صدا هست دیگه. ایره butter تلفظ میکنیم. یا مثل water بین A و E قرار گرفته، water. برعکس لهجه بریتیش که تاکید روی تی بود، در لهجه امریکن تاکید روی دی هست که میگیم butter. اوکی؟ موضوع بعدی ما short A sound test. Words like cat, bat, and rat have a distinct A sound which is shorter and more pronounced. برخلاف لهجه بریتیش که روی لانگ ساوند A تاکید میکرد، این روی شورت ساوند A تاکید میکنه. چطور؟ ما نمیگیم کات مثل گلاسی که تلفظ میکردیم، کلاسی که تلفظ میکردیم، اینا میگیم کلاس، گلاس، بات، کات، رات. اوکی؟ پس روی در واقع آوای کوتاه حرف A تاکید میکنیم. موضوع بعدی short O sound test. Words like cot and not have a short round O sounds. که ما ایرا میگیم cot, not. مثل لهجه بریتیش کامل دهان را پر نمیشه ولی خب خالی هم نیست. cot, not. ما یک گردی را حس میکنیم. cot, not. اوکی؟ موضوع بعدی که ما در لهجه امریکن داریم nasal vowels هست. American English often has a nasal quality to its vowels, especially in words with N or M like can't, man and mom. اگر توجه داشته باشید can't, man و mom را تلفظ میکنیم. یک لرزه ای را داخل بینی گویا که بینی خود حرف میزنیم حس میکنیم. can't, man, mom. امیدوارم که ای را در صدای ما حس کرده باشید. میریم سر coloring. In some American accents, vowels before an R can be colored by the R. So, burr. چی؟ اینا color میشن، پوشانده میشن. حرف R در واقع آوای A را پوشانده. ما میگیم burr. دیدید؟ گم میشه و بولد میشه. فوکس میایه روی R. burr. که اینا رو میگیم coloring که به مرور وقتی کلمات را تکرار کنیم اتوماتیک اتفاق برای خود ما میفته و لازم نیست تاکید کنیم رویشان. So, burr might sound closer to burr and car might sound like car. Okay, car. و تاکید میری R. شما بیشتر R را میبینید. امیدوارم که تا اینجا این مطالب براتون مفید واقع شده باشه. بریم که بر افزوده های ما همچنان بیافزاییم. موضوع بعدی ما pronunciation hints هست. اگر که
متوجه شده باشید در داخل فیلم ها در مثالی مثل Don't you like it یک نیتیو زبان میگه چی میگه؟ میگه که Don't you like it و اینجاست که قوانین ما به هم میخوره و ما دقیقا نمیفهمیم که دقیقا چی گفت و من یک چند تا نکته رو براتون اینجا نوشتم که با هم بخوانیم. زمانی که آوای تی با آوای یه پشت سر هم بیاین این را ما چه تلفظ میکنیم؟ چطور؟ Don't you like it Don't you پس ت به اضافه یا آمد این را چی میگیم؟ Don't you like it Don't you like it یا آوای دیگه ما زمانی که آوای اس به اضافه آوای یه حواستان باشه حرف نمیگم حرف تی و وای نمیگم حرف اس و وای نمیگم آوای سه و یا پشت سر هم بیایه ش تلفظ میشه Yes you are Yes سه you یا Yes you are Okay Yes you are Yes you are Insurance Bless you not bless you Bless you و نکته بعدی TION و SION شن تلفظ میشن که بیشتر هم براتون گفتم مثل attention mission و نکته بعدی زمانی که آوای ز به اضافه آوای یه پشت سر هم بیاین حواستان باشه اول ز بعد یه این را ما ژ تلفظ میکنیم چطور؟ How is you family? How is you family? How is your friend? How is your friend? Where is your mom? Where is your mom? زمانی که آوای د به اضافه آوای یا بیایه ما را ج تلفظ میکنیم Education Individual Education Individual پس مراقب این نکته ها باشید زمانی که مثال های با این ترتیب میبینید مثلا سه یا ز یا اینا را به ترتیبی که براتون گفتم تلفظ بکنید که به مرور هم زبانتان و هم گوشتان آشنایی پیدا میکنه و وقتی که فیلم سریال یا هر چیز دیگه را ببینید که به این صورت تلفظ بشن قطعا متوجه میشید. موضوع بعدی pronunciation points for American accents که این را آمدم براتون بولد کردم پیشتر براتون توضیح دادم زمانی که دابل تی و تی بین دو تا واو قرار بگیره ما را دی تلفظ میکنیم مثلا pretty water و تی و آر هر جا که حرف تی و آر را با هم دیدید ما را چه تلفظ میکنیم مثل tree trip میم سر exercises passage 1 The yellow cat named Charlie says under a tree yellow cat ای کوچک cat آوای کوچک ای cat named Charlie R قبل ال آمده پس ال کانسونانت هست Charlie R تلفظ نمیشه در بریتیش Charlie sits under a tree که براتون این قبلا توضیح دادم He likes to chase birds and watch watch the sunrise sunrise Every day he finds a new place to rest سه آواز در واقع حواستون به تلفظ اس باشه که ما را اس نمیگیم اس اوکی موقعیتش رو هم در جزئیات قبلی گفت Charlie thinks تمایل به سمت سه تیش تمایل به سمت سه thinks
The garden is a beautiful در American beautiful. چرا؟ چون تی بین آی و یو آمده. Beautiful. spot زمانی که او را تلفظ میکنیم داخل دهان گرد میشه. spot. To play. his حواستان باشه is نداریم. his favorite time is when the butterflies در American butterflies. چرا؟ چون دبل تی بین یو و ای آمده. butterflies fly high in the sky. Passage 2. A group of students decided to take a trip to the British Museum. They wanted to learn بعد R in بی صدا خواندن همیشه R. learn about ancient artifacts and historical events. During their visit, GU که ج تلفظ میشه آوای دی و یا. During their visit, they بعد R بی آمده که بی صدا هست. They visit, they noticed در بریتیش در امریکن noticed. They noticed a unique exhibit on the history of medicine. Later در American later. They went to a famous cafe to enjoy some traditional English tea. دوباره میخوانم. The yellow cat named Charlie sits under a tree. He likes to chase bears and watch the sunrise. Every day he finds a new place to rest. Charlie thinks the garden is a beautiful spot to play. His favorite time is when the butterflies fly high in the sky. Passage 2. A group of students decided to take a trip to the British Museum. They wanted to learn about ancient artifacts and historical events. During their visit, they noticed a unique exhibit on the history of medicine. Later, they went to a famous cafe to enjoy some traditional English tea. امیدوارم که این جلسه درسی براتون مفید تمام شده باشه. فایل آموزش این جلسه و فایل تمرین همراه با هر دو لهجه بریتیش و امریکن در داخل کانال های تلگرامی ما که لینک تمام کانال ها در دیسکریپشن همین ویدیو قرار گرفته موجود هست. پس اگر میخواهید به فایل های تکمیلی آموزشی ما دسترسی داشته باشید، کانال های تلگرامی ما را هم فالو کنید. اگر در انتخاب لهجه تا مردد هستید، می توانید ویدیوی اول ما را که شامل 2 بخش هست، در بخش اول لثاگ اکادمی را به طور کامل به معرفی گرفتیم. راجع به پلان برنامه آموزش کاربردی ما صحبت کردیم. اینکه برنامه ما چیست و برنامه ما برای شما چیست و قرار هست چه آینده‌ای را برای خودتان تصور کنید را کاملا توضیح دادیم. و در بخش دوم راجع به انتخاب لهجه تان حرف زدیم. این که مزایا، معایب، مشابهت‌ها، تفاوت‌های بین 2 تا لهجه چیست و فاکتورهایی که شما را کمک میکنه تا بتانید راحت‌تر لهجه تان را انتخاب بکنید و در واقع در انتخابتان به اطمینان برسید. Goodness be with you.